Tağ, tağ, tağ ucadabanı ciyib həyyirə şıqqıdı şıqqıdı. Tağ, 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 tac, tağ. این بالا از تاخما. این حرکت تاخ. تاخ، تاختن، تاخت و تاز از یک ریش است. ولی دویدن نه. دویدن دو، توو، توولاماخ، تولازلاماخ، همه اینها این سرعت رو در دل خودش داره. تولازلاماخ. ببینید پس دو، تو که از ترکیه باز داری متفاوت است با تاخ. از یک مفهوم نیستن. تاخ یه حالت فشار، تاخماخ، سخماخ، با فشار یک چیزی رو تاختن مثلا معنی وحشیت میده، معنی تاخت و تاز. ولی دو نه، دو سرعت رو منظور میگیره. به خاطر همینه که این مغز کلمات متفاوت همن. اگر نتونی اینها رو درک بکنی نمیتونی بفهمی دری گویشی از ترکیه.